السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در صفحه 43 رسیدیم که الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الخامس، درس پنجم، افعال. در این درس چی است؟ درس پنجم افعال است. مثلا تصویر شما سعی کنین. یمشی میرود، یمشی میرود. وقتی انسان در راه میره چی میگه؟ میگیم مثلا یمشی احمد، احمد راه میره. عادی را رفتن چی میگن؟ یمشی. یجری، یجری میدود، یعنی دویدن. وقتی که انسان میدوه جرا یجری، یجری یعنی میدود، جرا دوید. مشا رفت، یمشی میرود، جرا دوید ماضی، یجری میدود. این مضارع هست. عمل دستی مثلا میدوه. یسعدو، عملی شما کسر میبینید که یسعدو بالا میشه. مثلا یسعدو بالا می شود، دزینه بالا می شود. ینزلو پایین می شود. مثلا از زینه کسی پایین میشه، شما میگین ینزلو من السلم، از زینه پایین می شود. اما اگر بالا میشه شما میگید چی؟ یسعدو بالا می شود. یجلسو می نشیند. مثلا یک کسی فعلا میشینه، در حالت نشستن است، میخواد بشینه. یجلسو. خب مثلا فلان یجلس علی الکرسی، فلان شخص بالای چوکی می نشیند. اما اگر میخوای که استاد شو میگیم یقفو، استاد میشه. یقفو استاد میشه. یتوضأ وضو میگیره. یکبرو تکبیر میگه، مثلا الله اکبر میگه. یکبرو تکبیر میگوید. یصلی نماز میخوانه. اینا کلشون برای مذکر است. اگر میخواین مؤنث بسازین بازیایش تی بتین. اگر دختر باشه میگین تصلی. یرکعو رکوع میکنه او مرد. یسجدو سجده میکنه او مرد. اگر دختر باشه چی میگیم؟ میگیم تسجدو. یسلمو سلام میتن. وقتی که در نماز میگه السلام علیکم و رحمت الله میگیم یسلمو سلام میته او مرد. یأکلو آب مینوشه او مرد. ببخشین یأکلو میخورد او مرد، یعنی غذا میخوره. یشربو مینوشه مرد است. اگر دختر باشه باز میگیم تشربو. یکتبو نوشته میکنه او مرد. یقرأو قرائت یا مطالعه میکنه او شخص. ینامو خواب میکنه او شخص. یسبحو تسبیح میگه او شخص. یضحکو خنده میکنه او شخص، او مرد. یبکی گریه میکنه او پسر. یفتحو باز میکنه، مثلا در کتاب باز میکنه یا دروازه را باز میکنه بگیم که یفتح الکتاب، کتاب باز میکنه. یفتح الباب دروازه را باز میکنه. اما اگر بسته میکنه باز چی میگیم؟ یغلقو، یغلقو بسته میکنه. یغلق الکتاب او کتاب بسته میکنه و یا دروازه را بسته میکنه. یغلق الباب. یخرجو خارج میشه. یک نفر مثلا از منزل خود خارج میشه میگیم یخرجو من المنزل، از منزل خارج میشه. و اگر داخل میشه میگه یدخلو داخل میشه. التدریبات، تدریبات از این درس تمریناتش شروع میکنیم. التدریب الاول، تمرین اول. یمشی را میره. یجری میدوه. یصعدو بالا میشه. ینزلو پایان میشه. یجلسو می نشیند. یقفو استاد میشه. یتوضأ وضو میگیرد. یکبرو تکبیر میگه. یصلی نماز میخوانه. یرکع رکوع میکنه. یسجد سجده میکنه. یسلم سلام میدهد. یأکل می نوشد. یأکل می خورد. یشرب می نوشد. یکتب می نویسد. یقرأ قرائت یا مطالعه میکنه. ینام خواب میکند. یسبح تسبیح میگوید. یضحک خنده میکند. یبکی گریه میکند. یفتح باز میکند. یغلق بسته میکنه. یخرج خارج میشه و یدخل داخل میشه. التدریب الثانی، تمرین دومی. خب اینجا باید تصویر می بود. مثلا اگر تصویرش می بود اینجا خوبتر بود که مثلا یمشی یجری یقف، اونجا یجری تصویرش می بود یعنی یجری. و یصعدو اینجا اگر تصویرش باشه مثلا بالا شدن، تصویر بالا شدن. ینزل و یجلس و یصعدو، شما میگین یصعدو. و در اینجا یتوضأ، یرکع، یسجد. یتوضأ کدامش صحیح است؟
اگر تصویر یتوضأ می بود باز می گفتیم که وضو میگیرد. یشربو، یأکلو، یسبحو، اینجا تصویر نانداختن، باید تصویر یأکلو رو بیاندازیم که چی است؟ یأکلو کسی میخوره. و یکتبو، ینام و یقرأ، اینجا تصویر یکتبو می بود که ما میفتیم یکتبو. و یدخلو و یخرجو و یغلقو، اینجا تصویر یخرجو که یخرجو خارج میشه. و یسلم و یضحک و یبکی، تصویر یضحک اگر می بود میگفتیم یضحکو. یفتحو، یکبر و یصلی، اینجا میگیم یصلی. خب التدريب الثالث، تدريب السيومي چی هست؟ یجری، یجلسو، یجری، یجلسو، یخرجو. این کلش طبعا این خطای سرخ که هست اینجا اگر تصویر باشه باز شاگرد میتونه که اختیار بکنه که از این 4 دانه کدامش اختیار بکنه. یجلسو درست است، یجری درست است، یجلسو یا یخرجو، اونجا میگه یجری. و یشربو می نوشه، یکبرو تکبیر میگه، یرکعو رکوع میکنه، و یبکی گریه میکنه، تصویر یرکعو که رکوع میکنه. و یضحکو طبعا خنده میکنه، یسبحو تسبیح میگه، یفتحو باز میکنه، و یأکل می نوشه. کدامش درست است؟ یضحکو. خب در اینجا تصویر یغلقو اگر باشه میگیم که یقفو، یقرأ، یتوضأ، یغلقو. دیگه التدریب الرابع، تمرین 4. خب اینجا تمرین میکنیم سر حرف زا، حرف زی عربی. مثلا در آخر کلمه خبزون، خبزون نان، مثلا موزون کیلان، جزرون زردک، جزارون قصاب. پس اینجا زی در کلمات مختلف استعمال شده. نون مثلا در کدام کلمات استفاده میشه؟ مثلا نافذه کلکین، نقود پول، و صندوق صندوق یا کارتن، و شاحنه موتر باربری، که در اینجا کلمات چی استعمال شده؟ حرف نون استعمال شده. و حرف خا یا خی که خریطه، خریطه نقشه را میگن، و اخضر رنگ سبز، و خبز و نان، و خیار بادرنگ. در هر کدام شما میبینید که حرف خی استعمال شده. التدریب الخامس، جیم. اینجا ببینید با کلمه جیم مثلا جدید، جدید یک چیز جدید، نو. جمالون مثلا جمع جمل است که جمل شتر میگه. الجهرو هم حرف جیم استعمال شده. ببینید جیم نشان میده که گاهی در اول کلمه استعمال میشه مثل جدید و جمال. در الجهر مثلا وسط کلمه جیم استعمال شده. جهر یعنی بلند، چیز بلند خواندن، مثلا نماز جهری وقتی که ما شما میگیم عرجه و جدتو و جرا و حرج. عرجه یعنی به بالا رفت، عروج که میگن. و جده، جده مادر کلان میگن. و جرا دوید. و حجره، حجره دیگه اینجا حجر اصلا سنگ میگن. و دیگه نمیفهم که حجره برای شین شدید، مثلا شین در اول کلمه هست، شدید شدید سخت. شمال چپ از شهر ما را میگن. و عرش، عرشون عرش خود شما میفهم که عرش، عرش میگن. و شده، شده، شده. و شرا، شرا، شده. و شرا و حشر، یعنی شده را باید دیکشنری ببینیم. و شرا خریدن است. و حشره، حشره از حشر گرفته شده که. التدریب السادس، تمرین 6، اصفر رنگ زرد، و اشاره، و ارز. اینجا چی مطلب است؟ مطلبی است که در زبان عربی مثلا بسیاری وقتا سر الف همزه باید نوشته شود به خاطر املای خوب. شما اگر میخواین که املایتان خوب شود، مثلا اصفر، اینجا سر الف همزه که نوشته میکنید معلوم میشه که همزه هست. و همزه گاهی در سر کلمه نوشته میشه مثل اصفر اگر فتحه داشته باشه، اگر همزه کسره داشته باشه باز همزه را در زیر الف نوشته میکنین. همزه زیر ای اشاره. و ارز برنج
اینجا همزه که پیش هم داشته باشه در سر الف نوشته میشه. یعنی اصل کلمه اینجا هدفش است که الف نیست، همزه هست و همزه گاهی در فتحه می داشته باشه و گاهی زبر، یعنی و گاهی کسر زیر و گاهی هم ضمه پیش. التدریب السابع، تدریب هفتم، اصفر رنگ چیست؟ زرد. یأکلو، یأکلو اینجا هم همزه است، ببین همزه نوشته شده، یعنی درست نوشته است. اگر اینجا الف نوشته شده و همزه نوشته نشه باز در املای عربی میگن غلط است. یقرأو، وقتی که یقرأو رو نوشته میکنین همزه رو باید در سر الف نوشته کنین. مدرس، مدرس اینجا میم پیش داره و احمر اینجا گپ سر میم است، مثلا احمر مدرس و قلم شکل درست نوشته شده است. التدریب الثامن، تمرین هشتم چی است؟ بکرون یفتح الباب. حالا امو کلماتی که افعالی که خوانده بودین برای این جمله، در جمله چه قسم استعمال میشه؟ مثلا بکر نام یک پسر است، میگن بکر یفتح الباب، بکر دروازه را باز میکنه. و بکرون یغلق النافذه، پیشریش بکر چی میکنه؟ کلکینه بسته میکنه. پس یفتحو باز کردن است و یغلقو بسته کردن است، یعنی بکر دو کاره میکنه. یفتح الباب، بکرون یفتح الباب، بکر دروازه را باز میکنه و بکرون یغلق النافذه و بکر کلکینه بسته میکنه. بکرون یقف فوق الکرسی، اینجا نشان میده که بکر بالای چوکی می نشیند، یعنی یقف فوق الکرسی، یعنی ببخشین، بکرون یقف فوق الکرسی یعنی بکر بالای کرسی استاده هست. و بکرون یجلس علی الکرسی، لکن اینجا باز میگه که بکر بالای چوکی نشسته است. بکرون یکتب علی السبوره، بکر بالای تخته نوشته میکنه. و بکرون یقرأ الکتاب، بکر کتاب میخوانه. و بکرون یکتب فی الکراسه، بکر در کتابچه نوشته میکنه. و بکرون یجری، بکر چی میکنه؟ میدوه. بکرون یکبر، بکر وقتی که نماز میخونه تکبیر میگه، بکرون یکبر، بکر تکبیر میگوید. و بکرون یسجد، بکر سجده میکنه. بکرون یرکع، بکر رکوع میکنه. و بکر یسبح، تسبیح میگه. یعنی اینجا بر شما تعلیم داد که شما چه قسم میتونین از فعلایی که بود از او چی جور کنین، مثلا جمله جور بکنین، یگان کلمه دیگه هم در او زیاد بکنین. خب التدریب التاسع، تمرین هشتم چی است؟ شکل نوشتار است. مثلا شما اخضر و احمر، اخضر طبعا رنگ سبز است و احمر رنگ سرخ است، اینی شما با قلمتان چی میکنین؟ در کتابتان نوشته میکنین و ایره تیز میکنین که شکل نوشته کردن کلمه را خوب یاد بگیرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.